أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم نحو، از کتاب الآجرومیه 8 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 9 را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید باب المبتدأ والخبر، یعنی که موضوع درس امروزه ما و شما از مبتدا و خبر شروع می شود. اولا درس گذشته ما و شما گرفتیم که اسم ها در 7 جا مرفوع می شود. از اون 7 جا با تفصیل 2 تایش را گرفتیم، فاعل و نائب فاعل 2 تایش را گرفتیم. اکنون امروز 3 و 4 جایی که اسم مرفوع می شود اونها را بیان خواهیم کرد. صاحب کتاب میگوید که باب المبتدأ والخبر، یعنی 3 جایی که اسم مرفوع می شود در حالت مبتدا قرار بگیرد و 4 جایی که اسم مرفوع می شود در حالت خبر قرار بگیرد، پس اون اسم مرفوع می شود. خب اولا یک کلمه برای اسم مبتدا و خبر براتون تقدیم میکنم. ببینید که مثلا میگوییم که زیدون، ببینید زیدون قائمون، قائمون، زیدون قائمون، یعنی که زید راستا است. زیدون قائمون، زید راستا است. یا میتوانیم بگوییم که العلم نورون، یعنی که علم نور هست. اکنون دقت بتید، زیدون آخرش چی است؟ مرفوع هست. قائمون آخرش همچنین مرفوع هست. چرا؟ زیرا اینکه در حالت مبتدا هست و این در حالت خبر. پس مبتدا مرفوع می شود، علامت رفعش الضمه الظاهره در اسم مفرد، و خبر مرفوع می شود، علامت رفعش الضمه الظاهره در اسم مفرد. العلم نورون، العلم مرفوع است به خاطر چی؟ به خاطر آنه که مبتدا هست. نورون مرفوع است به خاطر چی؟ به خاطر آنه که این در حالت خبر هست. پس یک مثال دیگر برای حالا ببینید، ذهب زیدون، ذهب زیدون. این ما و شما درس گذشته در بارش خواندیم، ذهب زیدون. پس زیدون به خاطر چی مرفوع هست؟ به خاطر آنه که زیدون فاعل است. یا مثال دیگر که نوصر، دقت بتید، نوصر زیدون، نوصر زیدون، یعنی که یاردم و کمک کرده شد زید را، یاردم و کمک کرده شد زید را. این مرفوع است به خاطر آنه که فاعل هست، این مرفوع است به خاطر آنه که نائب فاعل هست. این را درس گذشته در بارش با تفصیل صحبت داشتیم. اکنون دقت بتید، صاحب کتاب میگوید که باب المبتدأ والخبر. درس امروزه ما و شما جای 3 که اسم مرفوع می شود مبتدا هست، جای 4 که اسم مرفوع می شود خبر هست. جای 1 فاعل بود، جای 2 جایی که اسم مرفوع می شود نائب فاعل. اکنون چی میگوید؟ مبتدا چی است؟
میگه المبتدأ هو الاسم المرفوع العاری عن العوامل اللفظیتی. اکنون این شرط ها را بسیار شما با دقت اهمیت بدید. میگه که المبتدا، مبتدا چی است؟ میگه هو الاسم. یکم که میگه مبتدا اسم هست. ببینید زیدون اسم هست، العلم اسم هست، همچنین زیدو، اینها همشان اسم هستند. دقت دادید؟ میگه یکم که مبتدا اسم هست، پس معلوم شد که مبتدا حرف نمی شود. کلمه به سه قسم تقسیم می شود، اسم و فعل و حرف. پس حرف مبتدا شده نمی تواند. و دوم فعل همچنین مبتدا شده نمی تواند. مبتدا فقط چی می شود؟ اسم می شود و بس. مبتدا فقط اسم می شود. میگوید هو الاسم، یکمش که مبتدا اسم هست. المرفوع، دویم شرطش مبتدا باید آخرش رفع باشد. دقت بدید، زیدون مرفوع است، العلم مرفوع است، زیدون مرفوع است، زیدون، ذهب زیدون، نصر زیدون، همه اینها در چی هستند؟ مرفوع هستند. پس آیا اینها همه‌شان مبتدا هست؟ دویم شرطش چی بود؟ یکمش که اسم بوده است، دویمش که مرفوع بوده است، و سوم شرط العاری عن العوامل اللفظیتی. سوم شرطش همین است که باید خالی باشد. العاری یعنی که الخالی، خالی باشد عن العوامل اللفظیتی، از عوامل لفظی. انا اکنون بین اینها ما فرق بین همین الخالی العاری عن العوامل اللفظیتی با انا همین فرق میکنیم که اینها مبتدا نیستند و این هر دو مبتدا هست. چرا؟ زیرا اینکه ببینید عاری عن العوامل لفظیتی است، پیش خودش یگان عاملی که این را رفع بکند وجود ندارد. همچنین العلم، پیش از علم یگان عاملی نیست که این را مرفوع بکند، یگان تأثیرگذار نیست. اما در اینجا زیدون این عامل دارد. عاملش این همین کلمه ذهب است. ذهب فعل ماضی معلوم که هست، برای خودش فاعل طلب میکند، پس زیدون هم مرفوع کرد. پس اینجا زیدون خالی عن العوامل لفظیتی نیست. اینجا در زیدون عوامل لفظی دارد. دقت دادید؟ اینجا در زیدون عوامل لفظی دارد، اما در زیدون قائمون، در این مبتدا زیدون مبتدا که هست، عوامل لفظی ندارد. یا که نصر زیدون، نصر زیدون اینجا در همچنین عامل دارد. عاملش چی است؟ فعل ماضی مجهول است که بعد فعل ماضی مجهول نائب فاعل می آید. پس زیدون اینجا در عاملش نصر است که این نائب فاعل است. نصر زیدون. دقت دادید؟ اما زیدون قائمون در اینجا در یگان عامل، چطوری که در اینجا عامل را دیده ایستاده، در اینجا عامل نیست. العلم نورون، همچنین پیش از العلم عامل وجود ندارد. پس معلوم شد که زیدون قائمون، این زیدون مبتدا بوده است، العلم نورون، العلم مبتدا بوده است. اما در اینجا ذهب زیدون، زیدون مبتدا نیست، یا نصر زیدون، زیدون در اینجا مبتدا نمی باشد. خب این بود مبتدا. اکنون ما با مبتدا شناس شدیم که در اول کلمه می آید و عوامل لفظی ندارد. خلاصش. خب میگذاریم در خبر. در قسم دوم خبر چی است؟ میگه والخبر هو الاسم المرفوع المسند الیه. خبرم همچنین شرط ها دارد. یکم دقت بدید. میگه خبر اسم است. ببینید قائمون اسم است، نورون اسم است، زیدون اسم است، زیدون همچنین در اینجا چی است؟ اسم هست. دقت بدید. المرفوع باز میگوید مرفوع است. قائمون، زیدون قائمون ببینید مرفوع است. العلم نورون، نورون ببینید مرفوع است. ذهب زیدون، زیدون را ببینید مرفوع است. نصر زیدون، زیدون را ببینید مرفوع است. پس در این دو شرط خبر با فاعل و نائب فاعل دو شرط چون یک خیله آمده ایستاده است، اسم هستند و مرفوع هستند. اکنون شرط سیوم این
دو تا را از ما بیرون میکند، فقط این را باقی میگذارد. ببینید چی میگه؟ میگه که المسند الیه، مسند به سوی مبتدا هست. اکنون قائمون نسبت داده شده به مبتدا هست. العلم نورون، نورون نسبت داده شده به مبتدا هست. اما ذهب زیدون، اینجا در زیدون نسبت داده شده به ذهب نیست. یا که نصر زیدون این همچنین اینجا در نسبت به مبتدا نیست. دقت دادید؟ اینجا در نسبت به چی است؟ نسبت به مبتدا است. از این حساب سه شرط همچنین خبر دارد. یکم اسم هست، دوم مرفوع هست و سوم مسند به کی هست؟ به مبتدا هست. زیدون قائمون، العلم نورون. خب نحو قولی که میگه مانند سخن تو ای خواننده، ای طالب علم، میگویی که زیدون قائمون. مثلا تو میگویی زیدون قائمون، یعنی زید راست است، چخت است. دقت دادید؟ زید چخت است. پس زیدون مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. دقت دادید؟ الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. قائمون، قائمون مرفوع، خبر مرفوع، خبر مبتدا مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. اکنون دوم را میارد، میگه از زیدانی قائمانی. دقت بتید، از زیدانی قائمانی. اکنون دو کس است. از زیدانی قائمانی، از زیدانی قائمانی، از زیدان قائمانی. ببینید میگه که دو زید هر دویشان راستا هستند، هر دویشان چخت هستند. اکنون از زیدانی در اینجا زیدون مبتدا مرفوع علامت رفعش ضمه بود. از زیدانی در چی است؟ علامت رفع چی است؟ میگه از زیدانی مثنا که هست علامت رفعش همین الف است. از زیدانی میگه مبتدا مرفوع و علامت رفعه الالف نیابتا عن الضمه، نیابتا عن الضمه. دقت دادید؟ لانه مثنا، زیرا اینکه این چی است؟ مثنا است. پس کس ما را سوال بوده که پس این الف علامت رفع باشد، پس این نون در اینجا چی کار میکند؟ وظیفه نون چی است؟ پس میگوییم نون عوض عن التنوین فی مفرده. در این ببینید زیدون تنوین دارد، از زیدانی تنوین را قبول نمی کند. با جای همین تنوینی در مفرد ما نون رو آوردیم. پس میگیم نون تنوین، نون عوض عن التنوین فی مفرده. دقت دادید؟ پس این هست. پس این مبتدا شد مرفوع علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه اسم مثنى. اکنون قائمانی، دقت بتید، قائمانی، قائمانی یعنی که اونها هر دویشان راستا و چخت هستند. قائمانی، قائمان یعنی هر دویشان چخت است. دو زید هر دویشان چخت است. پس میگیم قائمان مرفوع، خبر مرفوع و علامت رفعه الالف. چطور در اینجا گفتیم؟ الف نیابتا عن الضمه، نیابتا عن الضمه لانه اسم مثنا، به خاطر اینکه اسم چی؟ مثنا است، دو تگه است. پس این نون در اینجا چی میکند؟ این نون، پس این نون به مثل همین نونی در اول است. میگم نون عوض عن التنوین فی مفرده قائمون. ببینید تنوین دارد. پس قائمانی این نون از جای همین تنوین هست. از جای چی هست؟ همین تنوین هست. پس این از زیدان قائمانی برای چی بود؟ برای مثنا. بس با صاحب کتاب برای جمع آورده است که و زیدون قائمون. دقت بتید، از زیدون، از زیدون، از زیدون قائمون، قائمون، قائمون. اینجا را دقت بتید، از زیدون مبتدا هست. مبتدا ما گفتیم مرفوع می شود. پس در اینجا علامت رفع زیدون چی است؟ علامت رفع زیدون واو هست. چرا؟ زیرا اینکه جمع مذکر سالم هست
پس میگیم از زیدون مبتدا مرفوع و علامت رفعه الواو نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. پس مرفوعات را یک بار تکرار کنید، اگر فراموش کرده باشید یا در ذهنتون نباشد. ما در اونجا گفتیم که ضمه اصل هست و سه فرع دارد، سه معاون دارد، سه جاینشین دارد. یک تاش الف بود، یک تاش واو بود، یک تاش ثبوت نون که اون خاص فعل هست. پس اینها را در ذهنتون بیارید که پس زیدون مرفوع مبتدا مرفوع و علامت رفعه الواو نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم، به خاطر اینکه جمع مذکر چی؟ جمع مذکر سالم هست. پس علامت رفعش با واو می شود. پس یک کس بگوید این نون چی است؟ این نون همین نونه که در بالا گفتیم، نون عوض عن التنوین فی مفرده. این نون ها عوض از جای تنوینی در مفردش هست. دقت دادید؟ پس از زیدون مبتدا مرفوع علامت رفع الواو نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. قائمون، اکنون قائمون این خبر هست، خبر مرفوع است و علامت رفعه الواو. دقت دادید؟ علامت رفعه الواو نیابتا عن الضمه. چطوری که قائمون میگفتیم ضمه بود در مفردش، در جمعش قائمون. پس میگیم که قائمون خبر المبتدا مرفوع و علامت رفعه الواو نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. به خاطر اینکه این جمع چی است؟ جمع مذکر سالم است. و این نون چی است؟ و این نون باز همین نونه که عوض عن، میگیم نون عوض عن التنوین فی مفرده، عوض از همون تنوین است که در مفردش هست. پس این هست مبتدا. دقت دادید؟ این هست مبتدا. پس معلوم شد صاحب کتاب در اینجا ذکر نمی کند، اما برای ما میگوید که اگر که مبتدا مفرد باشد خبر مفرد می شود، اگر مبتدا مثنا باشد خبر مثنا می شود، مانند از زیدان قائمانی. اگر که مبتدا جمع باشد خبر جمع می شود، مانند از زیدون قائمون. دقت دادید؟ همچنین فراموش نشود اگر که مبتدا زن باشد، مثلا در جای همین فاطمه یا هند بمون، هندون قائمون نمیگیم، قائمتون. برای هندون زن است، قائمتون خبر مؤنث می شود. وقتی مبتدا مؤنث باشد خبر مؤنث می شود. زیدون قائمون، زیدون مبتدا مذکر است، قائمون مذکر شد. اینها را در ذهنتون بگیرید. از زیدان قائمانی اگر دو هند باشد میگیم که الهندان قائمتانی میگیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که قائمتانی دو زن راست هستند. باید ما وقتی مبتدا ما مؤنث شد باید خبرم چیکار کنیم؟ مؤنث بکنیم. یا که مثلا در جای از زیدونه اگر که ما الهندات بمونیم، جمع مؤنث سالمش کنیم، الهنداتو قائماتو میگیم، الهنداتو قائماتون میگیم. دقت دادید؟ برای جمع مؤنث سالم ما گفته بودیم مرفوع و علامت رفعش ضمه ظاهره می شود، حالت نصبش نیابتا عن النصب الفتح کسره می شد، اما در حالت رفع ضمه می شد. پس میگید که الهنداتو قائماتون. پس مبتدا را مؤنث کردید، خبرم چیکار میکنید؟ مؤنث میکنید. پس این فایده را که صاحب کتاب در اینجا ذکر نمیکنه، اما با مثال های آوردگیش به همین اشاره کرده ایستاده است. خب اکنون میگه که والمبتدا قسمانی، میگه مبتدا دو نمود میشود. چطوری که در فاعل گفتیم دو نمود میشود، در نایب فاعل گفتیم دو نمود میشود، همچنین میگه مبتدا دو نمود هست. ظاهرون یکمش ظاهر است و مضمرون دویمش مضمر است. پس ظاهرون مثالش قائمون، معذرت میخوام زیدون مبتدا، ببینید زیدون مبتدا چی است؟ ظاهر است. زیدانی، زیدونه، هندون، الهندانی، الهنداتو، یا همش مبتدا چی شد؟ مبتدا ظاهر شد. و مضمرون دویم نمودش میگم مضمر هست، مضمر هست. اکنون حالا مضمر خودش بیان میکنه، میگه که فالظاهر ما تقدم ذکره. پس درباره مبتدایی که ظاهر باشد میگه من در بالا ذکرش بیان کردم. یعنی چی؟ یعنی که گفتم که زیدون قائمون، از زیدان قائمانی، از زیدون قائمون. پس اینها میگه همش مثال ها برای
اسم مبتدای ظاهر است، برای مبتدای ظاهر. پس میگوید که مبتدا و خبر ظاهر. پس چی میگوید؟ میگوید که والمضمر 12، لیکن میگوید مضمر همگی 12 نمود میشود. مضمر 12 نمود، یعنی ضمیر 12 تا میشود. پس ما در بدان در 22 باب صرفی در صرفی میر خواندیم که 14 تا هست. چرا میگه 12 تا؟ زیرا اینکه در اینجا یک کلمه دو کس را در بر میگیرد. دو تا همتری کلمه داریم که مردانه و زنانه شون یک است. پس اینها را 2 و 4 حساب میکنیم، پس میشود چند تا؟ 14 تا. دقت بتید. و هیا و همون میگه انا، مانندی انا، من، انا من. پس میگوی که انا قائمون، من راست هستم. ببینید انا قائمون، انا مبتدا، پس میگیم انا ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. پس قائمون میگیم خبر مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. دقت دادید؟ خبر مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. یا که مثلا زن باشد میگه که انا قائمتون، میگه در آخرش ت میموند. پس انا مبتدا، قائمتون چی شد؟ خبر شد. و نحن ما بسیاری باشیم، دو کس یا از دو کس زیاد باشیم. پس میگیم نحن، مثلا من میگم که نحن قائمون یا قائمانی. قائمون ما مثلا بسیاری همه کسا چی هستیم؟ قائمون هستیم، یعنی چخت هستیم. دقت دادید؟ نحن قائمون، ما همه کسا چخت هستیم. پس نحن ضمیر منفصل مبنی علی الضم فی محل رفع مبتدا و قائمون خبر مرفوع و علامت رفعه الواو نیابة عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. دقت دادید؟ این جمعش. و انت و تو، انت یعنی تو مرد، پس میگه انت قائمون. همین مثال آوردم، میگه انت مبتدا قائمون خبر. و انتی تو زن، انتی قائمتون، قائمتون خبر است، مؤنث کنید انتی قائمتون، انتی مبتدا قائمتون خبر. و انتما یعنی شما دو کس، دو مرد یا دو زن. اگر دو مرد باشه میگیم انتما قائمانی، یعنی شما هر دو مرد چخت هستید. انتما مبتدا و قائمانی خبر مرفوع علامت رفع الالف. اگر که دو زن باشد میگیم انتما قائمتانی، پیش الف یا ت همراه میکنیم برای دلالت به زن. برای ما گفتیم مبتدا اگر که زن باشد مؤنث باشد، خبر هم چی بشود؟ مؤنث میشد. پس انتما در اینجا دو کس را در بر دارد، دو مرد یا دو زن. شما دو مرد یا شما دو زن، از این حساب این 12 تا میگوید. و انتم شما مردا باشه میگیم انتم قائمون، شما همتون راستا هستید. پس انتم مبتدا، قائمون خبر مرفوع علامت رفع الواو نیابة عن الضمه. و اگر که زنها باشد چی میگیم؟ میگیم که و انتن، یعنی شما زنها باشه میگیم و انتن قائماتون. انتن مبتدا، قائماتون خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. جمع مؤنث سالم گفتیم علامت رفعش ضمه ظاهره میشود. و هو، اکنون غایب ده میگذاریم، هو وی، و هو قائمون مرد، و وی مرد قائم هست یعنی راست است. پس هو مبتدا، قائمون چی میشود؟ خبر. و زن باشد میگیم هی قائمتون، این از مؤنث میکنیم قائمتون، یعنی که وی زن راست است. دقت دادید؟ وی زن راست است. پس هی مبتدا، قائمتون چی است؟ خبر. و بعد از این هما برای دو مرد یا دو زن است. پس دو مرد باشد میگیم که هما قائمانی، این طور میگوییم هما قائمانی. هما مبتدا، قائمانی مرفوع علامت رفعه الالف نیابة عن الضمه لانه مثنى. و اگر که زن باشه چی میگیم؟ هما قائمتانی، پیش از الف یا ت همراه میکنیم قائمتانی، یعنی وی ها دو زن هر دویشان چی هستند؟ راست هستند و چخت هستند. و بعد از این هم یعنی وی ها مردها، هم وی ها مردها. پس هم میگیم قائمون، هم مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه و هم مبتدا مبنی علی الضم فی محل رفع. اینها ضمایر همش مبنی هستند، برای خاطر در محلی میگیم، در محل رفع مرفوع فی محل رفع. و قائمون خبر، ویها هم قائمون خبر مرفوع و علامت رفع الواو نیابة عن الضمه
لانه جمع مذکر سالم. و هن و ویها زنها، هن ویها زنها. پس میگیم که هن قائماتون، میگیم قائماتون. پس ویها زنها همشان راستا و همشان چخت می باشند. دقت دادید؟ پس این بود 12 تای ضمیری که صاحب کتاب برای ما و شما بیان کرد. اکنون میگوید که نحو قولیک، مانند سخن تو ای گوینده و گپ زننده که میگویی انا قائمون، من قائم هستم. چطوری کالا گفتیم؟ انا قائمون، انا پس میگیم که انا مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا، قائمون خبر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. این تحلیل و اعرابش است. و نحن قائمون، و نحن میگیم که مبتدا مبنی علی الضم فی محل رفع مبتدا، قائمون خبر مرفوع و علامت رفع الواو نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. و نون عوض عن الرفع میگیم، و نون عوض عن التنوین، معذرت میخوام، نون عوض عن التنوین فی مفرده میگیم، عوض عن التنوین فی مفرده. و ما اشبه ذالک، و اونم همین دیگه شو بگو برا، مثلا انت قائمون، انتما چطوری که حالا بیانش کردیم. اکنون میگه که الخبر قسمانی، خبر دو نمود میشود، خبر دو نمود میشود، مفرد یکم مفرد میشود و غیر مفرد، و غیر مفرد می شود. پس خبر دو نمود بوده است، مفرد بوده است و غیر مفرد بوده است. مفرد پس زیدون قائمون خبر است و قائمون خبر است و مفرد است. دقت دادید؟ قائمانی خبر است مفرد است. پس کس بگیره مثنا میگیم، میگم نه، ما وقت مفرد میگیم پس ما در اینجا شبه جمله یا جمله را در نظر داریم. حالا بیان میکنه شبه جمله چی است، جمله چی است. شبه جمله و جمله باشد اگر او غیر مفرد می شود. اما اگر شبه جمله نباشد و جمله خودش نباشد پس او را ما میگیم مفرد. زید قائمانی مفرد است، خبر مفرد. قائمون همچنین خبر مفرد است. دقت دادید؟ اینها هم اشان خبری چی هستند؟ خبر مفرد. فالمفرد نحو قولک، پس میگم مفرد مانند سخن تو است ای گوینده که میگویی زیدون قائمون. صاحب کتابم یه تر آورده است خلاص، اما بهتر و خوبتر میشد. اما این برای انسان‌های نو شروع کردگی کس برام خاطر آسانش گرفته است. اگر که میگفت که نحو مثال میزد که زیدون قائمون، از زیدان قائمان، از زیدون قائمون، هر سه اش را ذکر میکرد، نور علی نور میشد. اگر با میگفت که هندون قائمتون، الهندان قائمتانی، الهندات قائماتون، اگر با مؤنث هم میآورد با نور علی نور میشد که میگفتیم همه اینها در خبر چی است؟ مفرد هست. خبر در همه اینها مفرد می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید که و غیر المفردی، اکنون مبتدای مفرد رو خبر مفرد رو ما فهمیدیم، مثال هاش هم بیان کردیم. اکنون میگه که غیر مفرد، غیر مفرد چی طور است؟ مبتدایی که غیر مفرد است. میگه که و غیر المفردی اربعه اشیاء، یعنی که 4 نمود می شود. به خاطر چه اشیاء شد؟ ما در گذشته را خوندگی هستیم، باید اشیایی بشود. اما این ممنوع من الصرف که هست، از این حساب کسره را قبول نمی کند. برای این خاطر میگیم اشیاء. خب الجار و المجرور، یکم نمودی خبری که غیر مفرد است جار و مجرور هست. پس مثال هایش را براتون نوشته میکنم تا اینکه این را خوب و با دقت بفهمید که یعنی چی. دقت بتید. صاحب کتاب میگوید که یکم جار و مجرور هست. مثالش چی است؟ مثالش من میگویم مثلا که جار و مجرور زیدون، مثلا زیدون فی البیت، فی البیتی، زیدون فی البیتی. دقت دادید؟ این خبر جار و مجرور است. ببینید زیدون این چی است؟ مبتدا است، مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. پس فی حرف جر، بیتی اسم مجرور، فی البیتی. پس میگیم جار و مجرور دو مذهب است. میتوانی بگویی که جار و مجرور خبر زید، این هم مذهب، این را گفتن هم حق داری.
باز میتوانی بگویی که فی البیتی جار و مجرور متعلق به کائنون، پس انا همون کائنون، یا متعلق به مستقرون، پس انا همون مستقرون خبری مبتدا می شود. یعنی دو راه داری، کدام میشه بگیرید؟ حق دارید. می شود بگویید فی البیتی جار و مجرور خبر، یا میتونید بگویید فی البیتی جار و مجرور متعلق به کائنون هست، یا بگویید که متعلق به مستقرون هست. پس انا همون کائنونه که گفتیم یا مستقرونه که گفتیم، انا همون بعد چی می شود؟ خبری چی است؟ خبری زیدون هست. اینجا در اکنون کس بگه که خبر چی است؟ میگیم که غیر مفرد است. اینجا در بینید مفرد بود، اینجا در غیر مفرد است. چرا؟ زیرا که این شبه جمله است. شبه جمله جار و مجرور شبه جمله است، پس این خبری غیر مفرد است. این یکمش بود. دوم میگوید که و ظرف، دوم ظرف است. مثلا یک کس میگوید که زیدون، مثلا زیدون امام البیتی. این مثال بیاریم به خاطر آسان شدن برای حفظ کردن. البیتی، دقت بتید، امام البیتی. اکنون زیدون ما دیگر میدونیم در اول که هست، مرفوع هست، خالی از عوامل لفظی هست، این مبتدا است. زیدون مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. امامه چی است؟ امامه ای را ظرف میگن، این در منصوبات میخونیم، این ظرف است. البیتی این مضاف الیه است. امامه مضاف، البیتی مضاف الیه. پس دقت بتید، امام البیتی را شما دو حق دارید. به مثل در اینجا گفتیم میتوانید بگویید که امام البیتی خبر زیدون، زیرا که زیدون مبتدا است، مبتدا خبر طلب میکنه. میتونه بگه امام البیتی شبه جمله، یا بگه که ظرف خبر زید، یا بگوید که امام البیتی ظرف متعلق به کائنون یا به مستقرون خبر زیدون. پس انا مستقرونه که میگیم، انمون مستقرون خبری چی؟ زید است. دو راه داره چطوری که در اینجا بیان کردیم. پس این جمله را هر دوشه میگویند شبه، ببینید شبه الجمله. اینها هر دوشان شبه چی هستند؟ شبه جمله هستند. جار و مجرور ظرف را هر دینها را در عربی شبه جمله میگن. پس شبه جمله خبر غیر مفرد. دیدید ما گفتیم 4 چیز است، نه دو تاش رو خوندیم، جار و مجرور و ظرف رو. میخونیم سومش رو. والفعل مع فاعله، فعل با فاعلش. مانندی چی؟ مانندی مثلا من میگویم که زیدون، دقت بتید، زیدون مثلا زیدون جاء، ببینید جاء ابوه، مثلا جاء ابوه. دقت دادید، زیدون جاء ابوه. پس زیدون دیگر اگه برای ما معلوم شد زیدون چی است؟ مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. جاء چی است؟ جاء فعل ماضی است. جاء فعل ماضی مبنی علی السکون. ابو چی است؟ ابو فاعل جاء هست. ما فاعل دیگر خوندیم، اسماء خمسه علامت رفعش چی بود؟ واو بود. پس جاء فعل ماضی که باشد، ابو فاعل مرفوع علامت رفع الواو نیابتا عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه، یا اسمهای خمسه است. ابو میگیم مضاف، هو مضاف الیه. خب اکنون زیدون مبتدا شد، این جاء را فعل و فاعل گفتیم و مضاف مضاف الیه گفتیم، پس خبر کجا شد؟ پس میگیم که جمله الفعلیه، این جمله فعلی میگن، جمله الفعلیه فی محل رفع، این کلمه را حفظ کنید، جمله الفعلیه فی محل رفع خبر للمبتدا. این گپ رو میگیم، جمله الفعلیه فی محل رفع خبر للمبتدا. پس زیدون مبتدا است، این جمله فعلی در محل رفع خبر یعنی همین زیدون می شود. دقت دادید؟ این بود فعل مع فاعلش، این فعل همراه فاعلش هر دوش یک جا خبری چی شد؟ خبری مبتدا شد. و المبتدا مع خبره میگد، مبتدا با خبرش، مبتدا با چی؟ با خبرش، یعنی جمله اسمی. مثلا مثالش میگویم که زیدون مثلا
صدیقه زیدون، صدیقه زیدون، صدیقه مثلا عالمون، زید رفیقش عالم هست، زید رفیقش چی است؟ عالم هست. اکنون دقت بتید زیدون در اینجا چی است؟ ما میدانیم دیگر زیدون مبتدا هست. زیدون چی است؟ زیدون مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. صدیقه مرفوع است. صدیقه چی است؟ باز میگه مبتدا است. پس این مبتدا یکم است، این مبتدای دوم هست. دقت دادید؟ این مبتدای دوم هست. صدیق مضاف، هو مضاف الیه. هو چی است؟ مضاف الیه. اینها را بعد در آخر همین کتاب میخونه مضاف الیه چطور است. اما حالا فقط همین چیزها را حفظ کنید خلاص. صدیقه، صدیقه مبتدا هو و صدیق مضاف، هو مضاف الیه، مبتدا ثانی، مبتدا دوم. زیدون مبتدا یکم است، صدیق مبتدا دوم. پس عالمون، عالمون خبر هست. پس ما اینجا دو مبتدا داریم. این عالمون خبر کدام اینها است؟ میگیم که عالمون خبر مبتدای دوم است. این عالمون خبر مبتدای دوم هست. پس مبتدای دوم با خبرش هر دوش یک جا شده، خبر مبتدای اول شدن. دقت دادید؟ این مبتدای چیه؟ یکم. این مبتدای دوم و این باشد این خبر هست. خبری چی است؟ مبتدای دوم. خبری مبتدای دوم. پس هر دینها را جمع میکنیم، مبتدای دوم با خبرش میگم در جمله اسمی میگم. این جمله فعلی گفته بودیم، میگم جمله اسمی در محل رفع خبر مبتدای یکم زیدون، خبر مبتدای یکم. دقت دادید؟ پس این رو میگویند مبتدا و خبر. این رو میگن مبتدا و خبر. یک چیز دیگر از صاحب کتاب ذکر نکرده است اما اشاره کرده است، یعنی که به مثال بیانش کرده است. میگد که زیدون فی البیتی گفتیم شبه جمله است، امام البیتی همچنین شبه جمله است. اینجا را فراموش کردم برایستم که این جا ابوه صدیقو، اینها را هر دیش را میگن جمله. اینها را چی میگن؟ جمله. این را شبه جمله میگن، جار و مجرور ظرف را، و جمله فعلی جمله اسمی رو جمله میگن. دقت داده؟ این را چی میگفتن؟ جمله. پس ما میتونیم بگیم که مبتدا و خبر، خبر یا شبه جمله است یا جمله است. خلاص میگم نمیگیم 4 تا است، شبه جمله است یا جمله است. پس بگن که شبه جمله چی است؟ میگیم جار و مجرور ظرف. اگر بگن که جمله چی است؟ میگیم جمله فعلی یا که جمله چی؟ اسمی. اینا میگم. خب و بله چیزی را گفتم که صاحب کتاب اشاره کرده است اما در کتابش ذکرش نکرده است. میگوید که مثلا تو میگوید در مثال دقت بتید، میگوید من یک چیز را آوردم که ابوهو. دقت بتید، ابوهو اینجا در کلمه چیه؟ هو دارد. اینجا در همچنین صدیقهو، صدیقهو. ببینید دو تا هو. اینها برای چیه؟ فایدهش در چیه؟ ما قاعده داریم ولی در کتاب‌های بعدی میخونیم وقتی که خبر جمله اسمی یا جمله فعلی می باشند باید رابطه داشته باشند، یعنی بنده باشد که مبتدا را با خبر ببندد، بچسباند. اگر بند نباشد، رابط نباشد، پس او را ما مبتدا و خبر گفتن نمیتوانیم. پس یک کس بگه که در اینجا رابطه که تو میگو جمله فعلی، جمله فعلی در رابط در جای میگه این هو رابط است که همین هو برمیگرده به زید. جاء ابوه، آمد پدرش. پدر کی آمد؟ پدر زید. پس انا همین هو بس در زید، همین را چسبان در زید که خبر یعنی همین زید است. دقت دادید؟ یا صدیقه، این هو به کجا برمیگردد؟ به زید. رفیقش، رفیق کی؟ رفیق زید. پس انا همین هو رابط است که میچسباند مبتدای جمله اسمی را به مبتدای اول که باید رابط داشته باشد. دقت دادید؟ این یک نازکیه که صاحب کتاب مثال در ذکرش کرده است، اما در
کلامش ذکرش نکرده است، نه نوشته است. به خاطر این چطور گفتیم که برای مبتدیا است، برای کسانی که نو شروع میکنن. مانند نحو قولک، اکنون 4 تا را ذکر کرد: جار و مجرور و ظرف و فعل مع فاعله زید جاء ابوه و المبتدا مع خبره زید صدیقه عالمون. صدیقه عالمون. پس گفت این 4 نمود میشه. میگه نحو قولک، مانند سخن تو ای گوینده. مثلا میگوی که زیدون فی الداری، دقت بتید، زیدون فی الداری، ما نوشتیم که زیدون فی البیت، هر دوش یک چیز است. زیدون مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. فی الداری، فی حرف جارت، داری اسم مجرور، جار و مجرور متعلق بکائنون. با کائنون متعلق به چی است؟ با کائنون یا با مستقرون. و مستقرون خبری چی می شود؟ خبری زیدون، چطوری که بیان کردیم. مثال دومش زیدون عندک. زیدون عندک، ما گفتیم زیدون امام البیتی، زید در نزد خانه است. زیدون عندک یعنی که زید در نزد تو است. عنده ظرف است، امامه هم ظرف است، هر دوش ظرف هستند. پس زیدون امامک، زیدون عندک، زیدون مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره و عنده ظرف منصوب علی الظرفیه. عنده برای چی آخرش، یا امامه برای چی آخرش فتحه گرفت؟ برای ظرفیت در منصوبات میخونیم. عنده همچنین ظرف کی است آخرش منصوب میشود. عنده مضاف که مضاف الیه، مبنی علی فتح فی محل جر میگیم مضاف الیه. عنده مضاف است و که مضاف الیه. پس میگیم ظرف متعلق به کائنون، عنده ظرف کی است متعلق به کائنون هست یا متعلق به مستقرون هست. پس انا همین کائنون یا انا همین مستقرون چی میشود؟ فاعلی خبری زیدون می شود. و زیدون قام ابوه، ما نوشتیم که زیدون جاء ابوه. قام خست پدرش، جاء آمد پدرش. پس زیدون مبتدا، قام فعل ماضی مبنی علی الفتح، ابو فاعل مرفوع علامت رفع الواو نیابه عن الضمه لانه من الامثله الخمسه من الاسماء الخمسه. ابو مضاف، هو مضاف الیه فی محل جر مضاف الیه. دقت دادید؟ پس زیدون مبتدا که باشد، قام ابوه جمله الفعلیه فی محل رفع خبر المبتدا زیدون، یعنی خبری مبتدا شد. و زیدون جاریته ذاهبتون، و زیدون جاریته ذاهبتون یعنی زید را دخترش رونده هست، دخترش رفته ایستاده است. ما گفتیم زیدون صدیقه عالمون، زید را رفیقش عالم است. پس میگه که جاریته ذاهبتون، جاریش خدمتگارش یا دخترش رفته ایستاده است. اکنون دقت بتید، میگه که زیدون مبتدا، جاریته مبتدای ثانی، و مثل این زیدون مبتدای اول، جاریته مبتدای ثانی، جاریه مضاف، هویی که در آخرش هست مضاف الیه برمیگردد به زید. اینها گفتیم رابط نام دارن، هو رابط است با مبتدا میچسباند. اینجا در ذاهبتون خبر برای کی است؟ خبر برای مبتدای ثانی است. جاریه که دختر کی است، زن کی است، برای هم گویی ذاهبتون زنانه ذکرش کرد. ذاهبتون برای هم خاطر مؤنث و زنانه آوردش. خب پس میگیم که جاریته ذاهبتون مبتدا ثانی مع خبره فی محل رفع خبر المبتدای اول میگیم. دقت دادید؟ پس این بود مبتدا و خبر. با همین مبتدا و خبر به آخر رسید. اکنون میگذاریم در یک مسئله بسیار مهمه. مسئله مهم است. دقت بدید. این مسئله پنجم و ششم مرفوعات است. پنجم و ششم مرفوعات، اینها را همچنین نواسخ هم میگویند. پس این چیزی که حالا بیان میکنیم، پنجم و ششم جایی که اسم مرفوع می شود، اینها را همچنین نواسخ مبتدا و خبر میگن. برای چی؟ به خاطر که اینها یعنی که پنجم جا ششم جا حتما همین مبتدا و خبرها هستند، لیکن چیکار کردگی هستند؟ در اولشان کلمه های معین داخل شدگی هستند. دقت بتید، میگوید که باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر. میگه این باب در موضوع عوامل است که داخل می شود اون عوامل بر مبتدا و بر خبر، یعنی در اولی
مبتدا و خبر بعضی عامل ها می آید، بعضی کلمه ها می آید. ما گفتیم که مبتدا عامل ندارد، انا اکنون در اولشون بعضی عامل ها می آید که دیگه اون مبتدا و خبر نمیگیم. اما اصل اون اگر عامل بگیریم اصلش مبتدا و خبر است. حالا بیان میکنند، میگوید که و هي ثلاثه اشیاء، میگوید همون سه نمود است، یعنی که نواسخ مبتدا سه تا است، سه نمود است. یا میتوانیم بگوییم که همین عاملی که در اول مبتدا و خبر میدارد سه نمود است. اکنون اون سه نمود چی است؟ میگه کانه و اخواتها، کانه با خواهرهایش، کانه با خواهرهایش. کانه که همگی 13 تا خواهر دارد، 12 تا قطعی خودش 13 تا می شود، اون 13 تا را صاحب کتاب بیان میکند. فقط بدانید که کانه در اول مبتدا می درآید. درس گذشته اشاره کوتاه که داشتیم در اول مبتدا می درآید، دقت بدید. اگر بگیم کانه پس چی میگیم؟ میگیم کانه، کانه زیدون عالمون دیگر نمیگیم، پس چیکارش میکنیم؟ میگیم عالمان. دقت دادید؟ در اول همون مبتدا و خبر کانه در آمد. این یک تا. دوم اینه و اخواتها است. اینه و اخواتها، اینه با خواهرهایش همگی 6 کس هستند، 6 کلمه است. یعنی اینه 5 تا دیگر خواهر دارد، هم وزن دارد یا که هم عمل دارد که عملشون یک خیل است. اون اینه مثلا در اینجا بدراید، دقت بدید. من اینه را در اینجا بدرارم، اینه، دقت دادید، اینه العلم بود، نه علم را تغییر میتید، میگه این العلم نورون. دقت دادید؟ پس معلوم شد که کانه مبتدا را هیچ کار نمی کند، مرفوع می ایستد، لیکن خبر منصوب می کند. چطوری که شما دیدید این نباشد در مبتدا و خبر می دراید، لیکن مبتدا را مرفوع که بود منصوب می کند، آخرش نصب می کند، خبر هیچ کار نمی کند. پس کارهاشون ضد یکدیگر هستند. دقت دادید؟ کانه میگه که من با مبتدا کار ندارم، خبر در تاثیر من میرسانم. این نباشد میگه که من با خبر کار ندارم، در مبتدا تاثیر من میرسانم. دقت دادید؟ اکنون این دوم چیزهایی بود. یکمش کانه با خواهرایش گفتیم همگی 13 کس هستند، این با خواهرایش همگی 6 تا هستند. باید تا دیگه ظنه گفتنی هست، ظنه، ظننت و اخواتها میگه، ظنه با خواهرهایش، ظنه با خواهرهایش اینها 10 تا هستند، 10 تا. خب اینها چیکار میکنن؟ یک مثال بنویسیم برای تاثیر این هم همچنین. مثلا بیاد همین مثال بالا را می نویسیم، میگیم که زیدون، زیدون قائمون. زیدون قائمون چی است؟ قائمون چی است؟ مبتدا. دقت بدید، اولا مبتدا را می نویسیم تا اینکه ما ببینیم که چی تغییرات وارد میکند. مثلا زیدون مبتدا، زیدون مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، قائمون خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. اکنون ظننتو را میدراریم. ظننتو چیکار میکند؟ مبتدا و خبر. دقت بدید، میگیم که ظننتو، ببینید، ظننتو، ظننتو یعنی گمان کردم، فکر کردم. ظننتو اینجا چی بود؟ اینجا زیدون بود برای مبتدا. اکنون ظننتو که در آمد آخر مبتدا را میگه که نه من ترا تاثیر من میرسونم، میگه که زیدون نه زیدن بگین، زیدن. دقت دادید؟ ظننتو زیدن قائمون، ظنه میگه که نه من تاثیر من در مبتدا و خبر میرسونم. گفتی تاجگاه خب ما که زهر من در هر دش میچکنم. خب ببینید اکنون قائمون نبو قائمان. دقت دادید؟ چی شد؟ قائمان. پس معلوم شد که ظننتو هم مبتدا و هم خبر تغییر داد، حرکت آخرش را. لیکن این نه فقط چی را خبر تغییر داد؟ مبتدا را تغییر داد. مبتدا را چیکار کرد؟ تغییر داد. و کانه خبر تنها چیکار کرد؟ تغییر داد. خبر به تنهایی چیکار کرد؟ تغییر داد. دقت دادید؟
این رنگ رو تغییر دادم به خاطر اینکه بفهمید که در مبتدا و خبر چی کارها شد. پس انا همین هر سه رو میگویند نواسخ مبتدا و الخبر. یک از شما را بگوید که نواسخ مبتدا و خبر چیست؟ میگه سه چیز. کانه با خواهرهایش همگی 13 کس هستند، 13 تا است. اینه با خواهرهایش همگی 6 تا هستند و ظننتو با خواهرهایش همگی 10 تا هستند. دقت دادین؟ اینها را نواسخ یا عوامل مبتدا و خبر میگه. عوامل الداخله علی المبتدا و خبر، عواملی که در اول مبتدا و خبر. این سه تا اینها کانه و اینه و ظننتو وظیفه‌شون همینه که باید در اول مبتدا و خبر بدروین. در دیگه جونه خاصشون با مبتدا و خبره، باید ظاهرشون در همین مبتدا و خبر بچکنن. خب و ظننتو و اخواتها خلاص و یا ثلاثه اشیاء سه بیان کردیم. تغییرات رو دیدید؟ این کانه، این اینه، این ظننتو، یک تایش مثالش آوردیم. خب اکنون میگه که فاما کانه و اخواتها، اما میگه کانه با خواهرهایش، کانه با خواهرهایش وظیفه‌اش چیه؟ میگه وظیفه‌اش این است که فانها ترفع الاسم، اسم مرفوع میکند و تنصب الخبر، خبر منصوب میکند. یعنی چی؟ یعنی که زیدون اول مبتدا میگفتیم نه، قائمون خبر میگفتیم بله. اکنون میگه کانه که در آمد زیدون بگو که اسمی کانه، پس بگو کانه فعل ماضی ناقص. این کلمه رو باید بگو، فعل ماضی طاقتی خلاص نمیخری، بگو فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح، فعل ماضی خودش مبنی می شود مبنی علی الفتح. زیدون زیدون اسمی کانه، دیگر فاعل نمیگیم، برای ناقص گفتیم. ناقص، فعل های ناقص فاعل نمیگیرد بلکه چی میگیرد؟ اسم میگیرد، خبر میگیرد. پس زیدون اسمی کانه قائما خبری کانه. میگد که کانه اسمش مرفوع میکند به مثل مبتدا نمیستد چطوری بود، اما خبرش منصوب میکنه چطوری که شما دیده ایستادید، چطوری که شما دیده ایستادید. پس آخرش چیکار میکند؟ منصوب میکند. اگر که مثلا دو کس باشه چی میگیم؟ کانه از زیدانی، از زیدانی میگیم برای دو زید، پس چی میشود؟ قائمانی میشه، قائمینی میشود. برای حالت نصب مثنا با چی میشود؟ با یا، قائمینی با یا. دقت دادید؟ یا کانو میگیم، یعنی زیدها همش نمیگیم کانه از زیدون قائمین میگیم. قائمین خبر کانه منصوب و علامت نصب الیا لانه جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم حالت نصب و حالت جرش به یا بود، یادتون باشد حالت نصب خوانده بودیم. خب اکنون ترفع الاسم و تنصب الخبر. ترفع الاسم، اسم رو مرفوع کرد، و تنصب الخبر، خبر چیکار کرد؟ منصوب کرد. کان زیدون مرفوع شد، اسم کانه. قائما، کان زیدون قائما، قائما منصوب شد برای چی؟ برای خبری کانه شد. این چی یادتون نرود؟ این اسم کانه، زیدون اسم کانه، قائما خبری کانه، دیگه مبتدا و خبر نمیگیم. خب و هی، اکنون میگه که انا همینها، یعنی که کانه و اخواتش همگی چند تا است؟ ما همگی گفتیم 13 تا است. همگی چند تا است؟ همگی 13 تا. میگه که کانه، یکمش کانه است، دویمش امسا است، سیمش اصبحه، چهارمش اضحى، پنجمش ظله، ششمش باته، هفتمش ساره، هشتمش لیسه، نهمش مازاله، دهمش منفکه، یازدهمش مافتئه، دوازدهمش مابریحه، سیزدهمش مادامه. همین قدر هست. دقت دادید؟ اکنون میخواهید یک تا اینها را بفهمید، پس دقت بدید که یک اینها را براتون مثال ذکر میکنم، دقت بدید. کانه دا مثالش ذکر کردیم، کان زیدون قائما، یعنی زید راستا بود، ترجمهش. اکنون امسا، امسا یعنی بیگاه کرد، بیگاه کرد. مثلا میگم که امسا الجو مثالش رو بنویسم. امسا، دقت بدید، امسا الجو امسا الجو حارا. دقت دادید؟ یعنی که بیگانی، در وقت بیگاه باد هوا بسیار گرم شد.
امسا فعل ماضی ناقص و مثل کانه. الجو، الجو اسمی امسا، چی اینجا میگیم زیدون اسمی کانه، اینجا میگیم الجو اسمی امسا. حارن خبری امسا، چی قائما میگفتیم که خبری کانه، در اینجا میگیم حارن خبری چی؟ خبری امسا. دقت دادید؟ پس امس الجو حارن، الجو اسم امسا است که مرفوع است و حارن خبری امسا است که منصوب است. دقت دادید؟ خب این یکم، دیومش یکم کانه، دیم امسا. سیم اصبح، اصبح یعنی که صبحگاه، سحر، صبحگاه. مثلا میگویم که دقت بتید، با همین مثالمون برامون فایده میدهد. میگویم که امس اصبح، 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 ببینید اصبح الجو، اصبح الجو باردن. ببینید اصبح الجو باردن. پس میگویم که اصبح فعل ماضی ناقص به مثل کانه مبنی علی الفتح. الجو اسم اصبح، باردن خبری اصبح. ببینید یعنی که در صبحگاه، در سحر صبحگاه هوا بسیار خنک شد، بارد شد، خنک شد. دیدید؟ اصبح الجو باردن، باردن خبری چی است؟ خبری اصبح. پس الجو اسم اصبح مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد و باردن خبری اصبح منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. خب و بعد از این اضحا، اضحا چی است؟ اضحا در وقتی چاشت، اضحا در وقتی چاشت. پس مثال را می نویسیم. اضحا، ببینید اضحا، اضحا، اضحا یعنی که وقتی چاشت، وقت بعد از آفتاب برآمدن، مثلا 10-15 دقیقه بعدش اضحا میگن همون وقت را. وقتی چاشت اضحا الطالب، ببینید اضحا الطالب نشیطا، مثلا نشیطا. دقت دادید؟ اضحا، اضحا الطالب یعنی استودنت، اضحا الطالب، طالب یعنی که استودنت. نشیطا، نشیطا یعنی که در وقت چاشت استودنت بسیار نشیط گشت، بسیار بگیم نشیط گشت. دقت دادید؟ اضحا فعل ماضی ناقص به مثل کانه. الطالب، الطالب اسم اضحا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. نشیطا خبر اضحا، چرا قائما میگفتیم خبر کانه، خبر اضحا منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. خب اینم به آخر رسید. بعد از این میگذاریم در چی؟ در بعدینش میبینیم که بعدش چی است. میگوید که و ضل، ضل یعنی از سر تو بگاه. ضل مثلا میگوید که ضل، ببینید ضل، ضل مثلا المسلم، مسلم، ظل المسلم صائما. دقت دادید؟ ظل المسلم، ظل المسلم صائما، ترجمهش یعنی از سحر تا بیگه مسلمان روزه داشت، گشت روزه دار. ظل المسلم صائما، دقت بتید. ظل فعل ماضی ناقص به مثل کانه. المسلم اسم ظل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. صائما خبر ظل منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. دقت دادید؟ این چی بود؟ ظل. بعد از این باتا، مثلا باتا، باتا، باتا یعنی که شبانگاه. مثلا میگوییم که باتا، باتا
بات بات الحارس الحارس بات الحارس یقظا یقظا. ببینید بات الحارس یقظا یعنی که شب رو روز کرد. حارس، حارس کی را میگن؟ حارس پاسبان. شب رو روز کرد پاسبان، یقظا بیدار، شب رو تا روز بیدار بود. ببینید باتا فعل ماضی ناقص به مثل کانه. الحارس اسمی باتا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. یقظا یقظا خبر باتا منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. دقت دادید؟ باتا. بعد از این ساره، ساره مثلا ساره، بعد از این ساره، ساره یعنی گشت. مثلا میگویم که ساره الطین، ساره ساره الطین گشت. تین یعنی که چی؟ یعنی گیل، لای. ساره الطین ابریقا، ابریقا ابریقا. ساره الطین ابریقا یعنی که ساره الطین گشت لای ابریق. ابریق کوزای، کوزای پیش زمان پیش بود که از لای بگه میگرفتن چیکار میکردن؟ کوزه میساختن از اون لای های معینه. انا همون را میگه که ساره یعنی بگیم گشت، گشتین یعنی خاک، چه لای گیل. ابریقن ابریق گشت یعنی کوزه. دقت بتید میگه که ساره فعل ماضی ناقص به مثل کانه و الطینو اسم ساره به مثل کانه دا میگفتیم اسمی ساره. ابریقا خبر ساره. دقت دادید؟ پس میگیم اسمی ساره مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. ابریقا خبر کانه منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. بعد از این لیسه هست. لیسه مثلا میگویم که مثلا میگویم که لیس المسلم، لیس، ببینید لیس المسلم، لیس المسلم کذابا مثلا. کذابا یعنی چی؟ یعنی مسلمان دروغگو نیست، نباید مسلمان دروغ بگوید. لیس المسلم کذابا. اکنون لیس فعل ماضی ناقص به مثل کانه. المسلم خبر لیس مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. کذابا، کذابا دروغگو، بسیار دروغگو، دروغگو. پس کذابا خبر لیس منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره، چطوری که شما دیده ایستادید. خب بعد از این مازاله و اینها 4 تایی که بعد از این میآید، مازاله و منفکه و مافتئه و مابرحه، اینها هر 4شان را میگویند که افعال استمرار. افعال چی؟ استمرار یعنی که بر دوام بودن یک چیز. فقط یک چیز مثال میاریم، دیگراشون به مثل همین است. مثلا میگوییم که مازاله، مازاله، مازال المسلم، مثلا مازاله، ببینید مازاله، مازاله المسلم، مازال المسلم صادقا، صادقا. دقت دادید؟ مازال المسلم صادقا یعنی مسلمان همیشه راستگو هست. مسلمان همیشه چی هست؟ راستگو است. مازال المسلم صادقا. دقت بتید مازال مای نافیه، که اینجا یک چیز دیگه زیادتی می شود. مای نافیه. زاله، زاله من افعال ناقصه، از فعل های ماضی ناقص، فعل ماضی ناقص به مثل کانه. المسلمو اسم زاله مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. صادقا خبر زاله منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. دقت دادید؟ پس در اینها باقی ماندهش هم همین طور است. مثلا میگوید که و من فک
و ما فتیه و ما بریحه، اینها همشون بگیم افعال استمرار است، یعنی بر دوام. پس میتواند بگید که من فک المسلم صادقا، همیشه مسلمان راستگو است. و ما فتی المسلم صادقا، همیشه مسلمان صادق است. و ما بریح المسلم صادقا، همیشه مسلمان صادق است. پس ترجمهش همیشه، دائمی. این افعال چی است؟ استمرار. یا می شود که مثال ها را تغییر بدید، اما به خاطر وقت طولانی نشدن این مثالش شما خودتون میتونید که بکوید تغییر بدید. خب بعد آخرینش 13 مادامه هست. آخرینش چی است؟ مادامه. دقت بدید، مادامه از فعلهای ناقصه است. مثلا میگیم که ما دامه، مثلا مادامه، یا که اصلا در جمله این طور می آید. دقت بدید، مثلا میگویم که لا اخرج من البیت. ببینید، لا اخرج من البیت. ببینید، لا اخرج من البیت مادامه، انا این طور می شود، مادامه المطر نازلا این طور می شود. یعنی چی؟ ترجمه این کلمه که لا اخرج من البیت، یعنی از خانه بیرون نمی شوم مادام المطر نازلا، در دوامی یا مدتی باران باریدن، در وقت باران باریدن تا وقتی که باران میبارد من از خانه بیرون نمیشوم. پس دقت بدید، مادامه 13 اخوات کانه است. آخرینش المطر. پس میگه ما، این ما به مثل مازاله را گفتیم که ما نافیه این طور ما نیست. این مای ظرفیه مصدریه هست. این مای چی است؟ ظرفیه مصدریه. دقت بدید. پس دامه فعل ماضی ناقص به مثل کانه، دامه فعل ماضی ناقص. و المطر اسم دامه، اسمش به مثل کانه زیدون. المطر اسم دامه مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. نازلا خبر دامه. ببینید، نازلا خبر دامه، چطور قائما میگفتیم خبر کانه. پس در اینجا چی میگیم؟ نازلا خبر دامه منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. پس این بود 13 تا خواهرهای کانه. با همین خواهرهای کانه به آخر رسید. اما در اینجا بعضی فایده ها بعضی چیزها را گفته است، این که متن هست اما تفصیل نداده است. میخواهم اینها را تفصیل بتیم. میگوید که کانه و امسا و اصبحه و اضحى و ظل و بات و ساره، 7 اینها فعل ماضی و مضارع میشوند، همچنین تصرف کامل میشوند. یعنی که فعل ماضی و مضارع و امر از اینها گرفته میشود. و لیسه باشد، اینها را همچنین دیاتون بگیرید، زیرا که کانه و امسا و اصبحه و اضحى و ظل بات ساره 7 این 7 تصریفی کامل می شود. لیکن لیسه فقط فعل ماضی است و بس. ای فعل مضارع نمی آید، فعل امر نمی آید، فقط فعل ماضی است بس از لیسه. اما از ما زال، من فک، ما فتح، ما بریحه، از این 4 تا در دفتراتون جدا جدا نوشته کنید، از این 4 تا فعل ماضی و مضارع می آید و بس. ما زال ما یزال، ما فک من فک ما ینفک، ما فتح ما یفتح، ما بریح ما یبرح. فعل ماضی مضارع بس. فعل امر از این 4 تا نمی آید. این را در یادتون بگیرید. باز بنویسید که این 4 تا با شرط عمل میکند. شرطش همین است که پیش ای زاله و انفکه و فتحه و بریحه باید ما باشد، یا که باید نافیه باشد، باید نفی باشد. نفی چند چیز است. مای نافیه چطوری که خودش ما را مونده است. لم نافیه لم، یا لن همچنین نفیه نفی، یا لای نافیه. چند تا شد؟ ما و لم و لن و لا. این 4 تا را چی میگن؟ نافیه ها. این 4 تا نافیه در اولش بیاید، پس اینها عمل میکنن. اما اگر که در اینها این 4 تا نباشد،
اینها عمل نمیکنن. این 4 تا برای خاطر دقت بتین. این یک فایده. و همچنین شبه نفی اول در اولشون باشد. شبه نفی لای ناهیه است. لای نافیه نه، لای ناهیه. آخر جزم میکنه گفته بودیم در فعل جهت میدروید. پس اگر که در اولشون لای ناهیه بیاید همچنین اینا شبه نفی میگن، این هم عمل میکند. یا که حل بیاید استفهام یا استفهام بیاد اگر همچنین عمل میکنه. پس اینها را خلاصه نوشته بگیرید و روزه فایدهتون میکند. خب پس معلوم شد که و مازال و منفک و مفت و مبریه اینها افعال استمرار و به همین شرط ها عمل میکرده است. پیش خودش باید نفی باشد و یا شبه نفی باشد. شبه نفی را گفتیم لای ناهیه یا که چی استفهام و یا چی باشد و اینها فعل ماضی و مضارع دارد، فعل امر ندارد. این 4 تا. اما مادام این دقت بتید، این دامه اصلا فعل ماضی و مضارع امر ده اختلاف است. بعضیا میگن یا قول راجح همین است که دامه فعل ماضی داره خلاص، فعل مضارع ندارد، فعل امر ندارد، فقط فعل ماضی است و بس. به مثل لیسه است، لیسه همچنین فعل ماضی دارد خلاص. دقت دادید؟ و دامه به یک شرط عمل میکند. شرطش چی است؟ شرطش همین است که پیش خودش مای، این ما را گفتیم مای ظرفیه مصدریه میگویند. این ما را نامش چیه؟ مای ظرفیه مصدریه. ببینید مازاله دا گفتیم ماش مای نافیه هست، همین طور ما هست، لیکن در جای ما را میگیم مای مصدریه ظرفیه. برای چی مصدریهش میگیم؟ برای چی ظرفیهش میگیم؟ دقت بتی. مثلا من میگم که از خانه بیرون نمیشوم، پس این ما برای ما یک وظیفه میتید. ما ظرفیه که شد در آخرش اینجا در مدت میاد، برای مدت ظرفه مدت. ببینید مدت، همین مدت در ترجمه یعنی گفتیم که از خانه بیرون نمیشوم تا مدتی، تا زمانی که باران میبارد، تا زمان باریدن باران، تا زمان باریدن باران. پس همین مدت از همین ما گرفتیم که ما ظرفیه است، این ظرف گرفتم. یک فایده. دوم گفتیم که این مای مصدریه هست. مصدریه یعنی چی؟ یعنی که این را مصدر میگرداند و این را مضاف، این را مضاف. مدت این طور میشود مدت نزول المطری. دقت دادید؟ مدت نزول المطری یعنی که لا اخرج من البیت مدت نزول المطری، از خانه بیرون نمیشوم در زمان بارانباری، تا زمانی که باران میبارد. پس مدت منصوب است، منصوب علی ظرفیه. چطور گفتیم که ظرف آخرش چی میشود؟ نصب میشود. اینو در منصوبات میخونیم. دقت دادید؟ پس این بود مسئله ها درباره اخوات کانه. اکنون بعد از این میگه که و ما تصرف منها، یعنی هر آن چیزی که صرف می شود از اینها. صرف می شود از گفتیم فعل ماضی، مضارع، امر، کدامش که حالا بیانش کردیم هم مانند کان فعل ماضی، یکون فعل مضارع، کن فعل امر، اصبح فعل ماضی، یصبح فعل مضارع، اصبح فعل امر و مانند همینها. کدامش که بازو بیانش کردیم که از کدامش میاد از کدامش نمیآید. پس میگه تقولو کان زیدون قائما. پس میگه تو میگویی که زید قائم بود. مثلا مثال کان زیدون قائما، کان زیدون قائما. چرا گفتیم کان فعل ماضی ناقص، زیدون اسم کان، قائما خبر کان منصوب. ولیس عمرو شاخصا، ولیس عمرو شاخصا یعنی که عمر شاخص نیست. شاخص به معنای فربه، اگر از شخصه گرفتگی باشد به معنای فربه. خب ولیس عمرو شاخصا، عمر فربه نیست. پس نگاه کنید لیس ای اخوات کان است. پس لیس میگیم فعل ماضی ناقص، عمرون اسم لیس فاعل نمیگیم، برای فعل ماضی ناقص فاعل نمیگیرد. پس میگیم که عمرون اسم لیس مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، شاخصا خبر لیس مرفوع علامت رفعه منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره. و ما اشبه ذلك میگه اون چیزی که مانند همینا هست. دیگه خودت پیدا بکنو. چطوری که ما همش تا مثال آوردیم. خب میگذاریم بعد از این اکنون ما کانه را با آخر رسانیدیم. یک چیز دیگر از کانه مانده است و خلاص. پس ما گفتیم که مبتدا مفرد می شود
خبر مفرد و غیر مفرد می شود، همین طور نه؟ پس می شود بگویی که کان زیدون فی البیت. همون کانه را بیارید در اول این شبه جمله یا که جمله را بمونید. پس اینها زیدون همش مبتدا که بودن اسم کانه می شود. فی البیت زیدون، کان زیدون فی البیت. فی البیت جار و مجرور در محل نصب یا جار و مجرور متعلق به کائنان میگیم، اگه کائنون نمیگیم، کائنان یا با مستقرن، پس انا همون مستقرن خبری کانه می شود. اینجا زیدون امام المسجدی، کان زیدون امام المسجدی، و هر کدام همین را بیارید، همون اخوات کانه را، همون 13 را کدامش در اینجا آوردید. پس اینها همشون در محل نصب، در محل نصب خبری چی می شود؟ خبر همون افعال ناقصه می شود. اما اینها را دیگر در اینجا مثال نمیاریم که وقت مونه طولانی تر میگیرد. خب به همین کانه با اخواتش خلاص شد. میگذاریم در دویم نواسخ فعل مضارع. دویم نواسخ فعل مضارع دقت بتید. دویمش چی است؟ این العلم نور، این هست. این میگه که و اما این و اخواتها فانها تنصب الاسم و ترفع الخبر. این و اخواتش میگه اسم رو منصوب میکند، خبر رو مرفوع. اسم رو منصوب میکند، چطور دیدید؟ خبر مرفوع میکند. پس این مبتدا و خبر نیست دیگه، این اسم این است، این خبر این نه. چطور اینجا میگیم اسم کانه خبر کانه، اینجا اسم این نه خبر این نه. دقت دادید؟ خب و همین اگه این با اخواتش همه گفتیم 6 تا است. اونها کدام است؟ این و ان ولکن و کأن و لیت و لعل. انا این قدر هست. اکنون میگوید که حالا معناش یک تا بیان میکند. اولا مثالش بیاریم. میگه که این العلم نور. هر این علم با تحقیق علم چی است؟ نور هست. با تحقیق علم نور هست. پس میگه که و معنای این و ان برای توکید است. توکید یعنی که حاضر ما بگم که علم نورون یعنی علم نور است، لیکن بگم که این العلم نورون این تأکید تر است، یعنی حتما با تحقیق علم نور هست. دقت داده؟ خب این و ان همچنین برای توکید است، لیکن ان در بین جمله می آید. مثلا میگم که یسرونی انت یسرونی انک ذاهبون، انک ذاهبون، یسرونی انک ذاهبون، یعنی که خرسند میکند مرا که تو رونده است. یعنی که یسرونی ذهابک، ذهابک یعنی رفتن تو مرا خرسند میکنه. که یسرونی انک تتعلم، خرسند میکند مرا که تو تعلیم میگیری. یسرونی تعلمک، تعلمک یعنی که تعلیم گرفتن تو مرا خرسند میکنه. این برای ان بود. ولکن این لکن برای استدراک است. استدراک یعنی چی؟ یعنی که برای دور کردن شبهه. مثلا من میگم که قام، دقت بتید، من میگم چی؟ قام الطلاب، یعنی همه شاگردا خستند. تو پس از داخل شاگردا زید رو میشناختی، پس فکر کردی که زید هم خسته است. لیکن من چی میگم که لکن، دقت بتید، لکن زیدن جالسون، جالسون. دقت بتید. اکنون میگه که قامت طلابو یعنی همه شاگردها خستند. لکن نه، لیکن استدراک است. تو فکر نکنی که زید را میشناسی که طالب است او هم خسته است. نه، میگه لکن زیدن، لکن زیدن جالسون، لیکن میگه زید نشسته است، زید نخسته است. دقت دادید؟ لیکن زید نشسته است و زید نخسته است. پس میگه که لکن اینا میگه من اخوات این از خواهرهای این است. زیدن اسم لکن، چطور که العلم میگفتیم اسم این، لکن زیدن اسم لکن، جالسون خبری لکن. دقت دادید؟ پس میگیم زیدن منصوب لانه اسم لکن، جالسون خبر لکن مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. زیدن اسم لکن منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. دقت دادید؟ پس این هست در مسئله لکن. و بعد از این و کأن، باز چی داریم؟ کأن داریم. کأن مانند
و کأن برای چی است؟ صاحب کتاب میگه برای تشبیه است. تشبیه یعنی که برای مانند کردن. مثلا من میگویم که من می نویسم که کأن گویا اینکه ترجمهش یا مثل اینکه کأن یعنی گویا اینکه مثل اینکه زیدون کأن زیدن بدرون کأن زیدن بدرون یعنی چی؟ یعنی کأن گویا اینکه مانند اینکه زید ماهی شب 14 باشد. یعنی که در فسانی و زیبایی تعریفش کردیستن. ببینید میگم تشبیه کردم زید رو با کی؟ با ماه. کأن زیدن بدرون گویا اینکه زید مانندش ماه شب 14 باشد. پس کأن از اخوات چی است؟ از اخوات این نه. زیدن اسم کأن منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. بدرون خبری کأن مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. این برای چی بود؟ کأن. و بعد از این برای لیت به دو معنا می آید. لیت برای به معنای می آید که یعنی که اون کار شدنش ممکن است اما با قینی، با دشواری. مانندی لیت ببینید لیت المال لی، مثلا یک کمبغل میگه لیت المال لی فاتصدق به. ببینید فاتصدق به یعنی چی؟ یعنی میگوید که لیت المال لی، کاش مال میداشتم. مثلا کمبغل نادار میگوید کاش مال میداشتم که فاتصدق به، پس صدقه میکردم با اون مالی داشتم. دقت دادید؟ این فا همون فا است که درس گذشته و پیشینه خونده بودیم که نواصب فعل مضارع فای چی بود؟ الفاء الجواب بالفاء بود که هم جواب بالفاء است. برای خاطر آخر فعل مضارع چیکار کرد؟ منصوب کرد. سبب نصب شدنش انا همون است. پس این را در یادتون داشته باشید. فاتصدق فعل مضارع است، آخرش باید مرفوع شود. چرا منصوب شد؟ برای فای سببیه اومد، الجواب بالفاء جواب فا اومد و میشه در اینجا ور بمونیم. در اینجا در تحتش گفتم یک این، در اینجا یک ان چی است؟ یک ان پنهان است. خب این بود برای چیزی که ممکن است واقع شد اما با صعوبت، با قینی، با وزمینی. این برای وزمینی بود. باز همین لیته می آید به معنای اونه که او دیگر واقع نمی شود، ناممکنه که واقع شود. همین لیته می آید. دقت بتید. مثلا یا آدم یک موی سفید پیرانسال میگه که لیت الشباب یعود. ببینید یعود، لیت الشباب یعود یوما. مثلا کاش که روز جوانی بازگردد روزه. آیا موی سفید دیگر جوان می شود؟ نه، دیگر نمیشه. پس این لیته برای کاری که ناممکنه شدنش. دیدید؟ لیته برای کاری که ناممکنه شدنش. الشباب، پس بگیم لیته من اخوات این نه. الشباب چی است؟ اسم لیته یعود جمله فعلی چطوره که در اینجا گفتیم؟ جمله فعلی خبر در محل نصب خبر لیته است. جمله فعلی در اینجا جمله شد، خبر در اینجا جمله شد. الشباب اسم لیته یعود جمله فعلی در محل رفع خبری لیته. دقت دادید؟ و آخرینش من و لعل چی است؟ لعل به دو معنا می آید همچنین. دقت بتید. لعل به دو معنا قطعی می آید. لعل به معنای ترجی می آید. ترجی یعنی یک کاری محبوب، کاری خوب. مثلا میگم که لعل، ببینید لعل زیدن مثلا سالمون. لعل زیدن سالمون. دقت دادید؟
لعل زیدن سالمون. یا میگویم باز در زیر همین لعل مثلا لعل ایش برای مثلا لعل زیدن مریضون. دقت بتید اینها معنیشان از یکدیگر فرق دارد. این لعل در بالا ببینید چی میشود. لعل زیدن سالمون یعنی چی؟ یعنی که امیدوار هستم، خوش میشوم که زید سالم باشد. امیدوار هستم یعنی که برای خودم میگم چیزی محبوب، دوست داشتنی. مثلا من دوست میدارم که زید چی باشد؟ سالم باشد، کسل نباشد، بیمار نباشد. این برای چی است؟ برای سالم بودن. پس لعل من اخوات این زیدن اسم لعل منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره، سالمون خبر لعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. دقت دادید؟ بعد از این اکنون برای چی بود؟ برای چیزی محبوب، ترجی میگن به عربی، چیزی محبوب، چیزی دوست داشتنی، چیزی خوب، بگیم امیدواری خوب. اکنون لعل زیدن مریضون در اینجا یعنی که لعل میترسم ترجمه می شود، میترسم که زید بیمار هست. به جای میگن چیزی مکروه، چیزی دوست نداشتنی، یعنی میترسم که زید بیمار است، میترسم که زید بیمار است. یا که مثلا لعل زیدن هالکون، میترسم که زید هلاک می شود. دقت دادید؟ در این صورت ما معنا را نگاه میکنیم. پس امیدوار هستم در کارهای خوب میترجمهش میکنیم، در کارهای بد میگیم که میترسم یعنی که ناخوش است برای من که زید چی است؟ زید بیمار است. پس بگیم لعل من اخوات این زیدن اسم لعل منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره، مریضون خبر لعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. اکنون صاحب کتاب میگه که تقولو، پس تو میگویی که این زیدن قائمون. این زیدن مثلا اینجا بمونه مگر و مثل منصوب می شود. این زیدن قائمون و مثل مرفوع می شود. این زیدن قائمون. پس این من نواسخ المبتدا و الخبر تنصب المبتدا و ترفع الخبر، گفتم اینطور نامگیری میکنید. پس میگه زیدن اسم این منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره، قائمون خبر این مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. ولیت امرا شاخصون، لیتر همچنین میگوید که از اخوات این تنصب المبتدا و ترفع الخبره، مبتدا را مرفوع منصوب میکند و خبر منصوب. امرن میگه اسم لیت منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره، شاخصون خبر لیت مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. اکنون میگوید که و معنی این و ان، اکنون معناهایش رو میگوید که ما پیشتر معناهای اینها را بیان کردیم با مثال ها. میگوید که و معنی این و ان للتوکید، این و ان میگه برای توکید است. معناش برای چی میآید؟ برای توکید، برای تاکید کار. مثلا میگم العلم نور، علم نور است، لیکن این را در اولش بداریم با تحقیق، با درستی اینکه علم نور هست، یعنی که برای تاکید است. خب ولکن للاستدراکی و سیوم اخوات این ولکن هست برای استدراک است. برای استدراک یعنی شبهه را دور کردن، شبهه را دور کردن. که مثلا میگه که قام الطلاب لکن زیدن جالسون، چطور گفتیم که طلبا خستن لیکن زید هم طالب است، لیکن این زید نخست. این برای استدراک است. خب و کأن للتشبیه، کأن برای چی است؟ برای تشبیه است. چطور گفتیم که کأن زیدن قمرون یا بدرون، یعنی زید به مثل اینکه ماه شب 14 باشد. و لیت للتمنی، لیت برای دو معنا است گفتیم، برای تمنی است، برای تمنی یعنی تمنا کردن برای یک کاری که ممکن است که بیفتد، ممکن است که بشود. به مثل مثال آوردم که لیت المال لی فاتصدق منه، لیت مال لی یعنی کاش که من مال می داشتم. لیت المال، مال اسم لیت، لی جار و مجرور، اینطور جار و مجرور خبر لیت در محل رفع. دقت دادید؟ اینطور اعراب کرده می شود. خب ولعل ولیت برای تمنیش برای چی؟ برای چیزی که میشد،
امکانیت داشت که بشود، یعنی که امکانیت دارد که یک کمبغل صاحب مال بشود صدقه بکند. اما برای چیزی که ممکن نیست شدنش، ناممکن است، یعنی که یک تمنای، یک خواهشی که شدنش ممکن نیست. مثال آوردیم گفتیم که لیت شباب یعود یوما، کاش که یک مستفید میگوید که کاش که جوانی روز باز گردد. آیا مستفید جوان میشود؟ نه. پس این با کاری که ناممکنه شدنش. پس لیته به دو معنا بوده است، برای کاری که شدنش صعبه قینه، یا برای کاری که چی است هیچ امکانیت شدن ندارد. و لعل برای ترجی است. ترجی یعنی که یک چیزی محبوب، چیزی دوست داشتنی. مثالی که نوشتیم لعل زیدن سالمون، یعنی امیدوار هستم، دوست می‌دارم که زید چی باشد؟ سالم باشد. و برای توقع میآید. توقع یعنی برای مکروه، چیزی بد، یعنی میترسم. و مثل لعل زیدن مریضون یا لعل زیدن هالکون، پس یعنی که میترسم که زید هلاک شد. پس به مثل همین، پس این هست اخوات این نه معناهایشون. پس با همین ما و شما این نرم به آخر رسانیدیم. این نم بود شد. اکنون میتوانید شما، حالا ما فقط برای مبتدا و خبر مفرد آورده مثال رفتیم، میتونید شما تغییرش بدید. میتونید که این خبر این نره شما شبه جمله قرار بدید. مثلا بگید که این زیدن منصوبش کنید به مثل علمه، این زیدن فی البیتی. ببینید پس میگید زیدن خبر این فی البیتی جار و مجرور متعلق به کائنون یا مستقرون خبری این دیگه نمیگید خبر زیدون، میگه خبری چی؟ این یا این زیدن امام المسجدی. و مثل همین زیدن خبر این نمیشود، اکنون زیدن منصوبش میکنیم. و امام المسجدی ظرف شبه جمله در محل رفع خبری چی میشود؟ در محل رفع خبری این نه. یا میتونیم بگیم که مستقرون یا کائنون، جار بگیم ظرف متعلق به مستقرون یا به کائنون خبری چی؟ این نه. یا میشود بگید این زیدن جاء ابوه. و مثل همین زیدن خبر اسم این نه، جاء ابوه جمله فعلی در محل رفع خبر این نه. این زیدن صدیقه عالمون، پس میگید که زیدن اسم این نه، صدیقه عالمون، صدیقه جمله اسمی، پس در این صورت میگیم جمله اسمی در محل رفع خبری این نمیشود. پس به مثل همین دیگر لیت و لعل و اینها را میتونید به مثل همین بمونید و با میتونید مثناش کنید. این مثلا از زید، این از زیدینی منصوب با یا، مثنا منصوب با یا میشد. این زیدینی عالمانی، هر اینا دو زید هر دوشم عالم است. از زیدینی اسمی این منصوب علامت نصب الیا نیابتا عن الفتحه لانه مثنا میگید. پس عالمانی مرفوع علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه مثنا. خب مثل این با جمع رو بیارید. این زیدین، هر اینا همه از زیدها، این زیدین عالمون، هر اینا زیدها همشون عالم هستند. این زیدین، این ترفع تنصب المبتدا و ترفع الخبر میگوید، یعنی مبتدا را منصوب میکند، آخرش نصب میکند و خبر رفع میکند. و زیدین اسم این منصوب و علامت منصوب بالیا نیابتا عن الفتحه لانه جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم گفتیم در حالت نصب بیان می شود، در حالت نصب گرفتگی بودیم. پس عالمون خبر این مرفوع علامت رفع الواو نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. و مثل همین باز مؤنث رو بیارید، باز مفرد و مثنی و جمعی مؤنث رو دیگه مثالش ختم بیارید. خب به همین اکنون این به آخر رسید. این به آخر رسید. میگذاریم به سیوم نواسخ مبتدا و خبر. سیم نواسخ مبتدا و خبر میگه و اما ظننتو و اخواتها. سیمش چی بوده است؟ ظننتو و اخواتش بوده است. یعنی که ظننتو و اخواتش همچنین در اولی مبتدا و خبر میدارد. اینها رو گفته میگه نواسخ، یعنی میدارد مبتدا و خبر اصل مبتدا و خبر است، آخراشون تغییر میتید، معناشون که تغییر میتید، لیکن حتی همون حرکت ها رو هم چیکار میکنن؟ تغییر میتید. میگه فینها تنصب المبتدا و الخبر، میگه که این و اخواتش نصب میکند هم مبتدا را هم خبره. زیدون قائمون بود،
وقتی ظننتو که در آمد زیدن قائما شد، هر دوش نصب کرد، آخرش نصب کرد. ببینید چی میگوید، میگوید که علا انهما مفعولان له. برای چی میگه هر دوش نصب میکند؟ میگه به خاطر اونه که اینها هر دوشان مبتدا و خبر، دیگه مبتدا و خبر نمیگیم، دیگه مفعول یکم و مفعول دوم میگیم، نامشون تغییر مییابد. ببینید میگیم که ظننتو، ظن میگیم من اخواتی، یا ظن من اخواتی ظن، یا که ظن از نواسخ مبتدا و خبر که تنصب المبتدا و الخبر یکونان مفعولان لها. خب اکنون چیکار میکنه؟ میگه که ظن فعل ماضی مبنی على السکون لاتصاله بضمیر رفعی المتحرک و تو ضمیر متصل مبنی على ضم في محل رفع فاعل. ظننت فعل فاعل شد. زیدن مفعول به الاول منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره، قائما مفعول به الثاني منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. پس هر چون شد مفعول به شد. و هی انا گفتم که 10 تا است، اکنون را بیان میکنم. میگه که و هی و همون خواهرهای ظن، میگه ظننتو و حسبتو و خیلتو و زعمتو. حساب میکنیم، یکم ظننتو، دوم حسبتو، سوم خیلتو، چهارم زعمتو، پنجم رأیتو، ششم علمتو، هفتم وجدتو، هشتم واتخذتو، نهم و جعلتو، دهم و سمعتو. انا همین 10 تا است. اکنون بیاید دقت بدید که این چی میگوید. میگوید که ظننتو چطوری که مثالش نوشته شده است، یعنی گمان کردم، ترجمهش گمان کردم که زید عالم است، زید چخت است، زید راست است. گمان کردم که زید راست است. پس ظن برای چی بوده است؟ برای گمان بوده است. گمان کردم که زید. و حسبتو و خیلتو و زعمتو، 4 تاشون به همین معنای گمان کردن است. یعنی حسبتو گمان کردم، خیلتو خیال یا گمان کردم، و زعمتو همچنین گمان کردم. اینها وقتی که به همین معنای ظننتو باشد، حسبتو خیلتو زعمتو باید به معنای ظننتو باشد. پس می شود بگوی که حسبتو زیدن عالما، خیلتو زیدن عالما، زعمتو زیدن عالما. همش ترجمهش چی بوده است؟ فکر کردم یا خیال کردم که زید قائم است، قائما، زید قائم است، چخت است. می شود عالمانش کنیم، فکر کردم که زید عالم هست. پس 4 تاش به یک معنی می اومده است. دقت دادید؟ این رو نوشته بگیرید. و اکنون و رأیتو و علمتو و وجدتو، هر سه اینها به یک معنی می آید. به مثل چی؟ به مثل مثلا میگوییم که و وجدتو یا که علمتو، علمتو زیدن، علمتو زیدن عالما. دقت بتید، علمتو زیدن عالما یعنی که دانستم زید رو یک عالمی. علمتو زیدن عالما، اصل چی بود؟ زیدون عالمون بود. دقت دادید؟ وقتی که علمتو از اخوات یا ظننتو در اولش آمد، فعل و فاعل، زیدن مفعول به اول علمتو، عالما مفعول به دوم علمتو، 2 مفعول دارد گفتیم. دقت دادید؟ پس میگوید که علمتو زیدن عالما یعنی زید رو یک عالم دانستم. پس میگوید رأیتو و علمتو و وجدتو هر سش به یک معنی باشد. رأیتو به معنای ابصرتو هم میشود، یعنی دیدن، با چشم دیدم. مثلا رأیتو که من تو را دیدم، لیکن این رأیتو که من با چشمم تو را دیدم، این از اخوات ظننتو نیست. اینجا در استگاه که رأیتو اگر به معنای با چشم دیدن باشد، اگر این به معنای از اخوات ظن نیست، اون یا مفعول میگیرد. لیکن اگر از اخوات ظن باشد باید به معنای علمتو باشد. رأیتو به معنای چی باشد؟ علمتو باشد. و همچنین وجدتو به معنای پیدا کردن، یافتن. و وجدتو هم باید به معنای چی باشد؟ علمتو باشد. دقت دادید؟ به معنای علمتو باشد. اما وجدتو که وجدتو کتابن یعنی یک کتاب رو پیدا کردم، این یا مفعول میگیرد، یافتن باشد. اگر یه چیزی گم کردگی تا یافته باشی میگی وجدتو،
یعنی من وی رو پیدا کردم. این مفعول میگیرد. اون یافتم من به معنای ظننتو نیست. وجدتو که به معنای علمتو باشد، پس اون دو مفعول میگیرد. پس میشود که بگویی که رأیتو زیدن عالما، یعنی که زید رو عالم دانستم. علمتو زیدن عالما، زید را عالم دانستم، ترجمهش یخیر است. وجدتو زیدن عالما، زید را عالم دانستم، همش دانستم. خب و اتخذتو و جعلتو، هر اینها به معنای گرداندن یک چیز. مثلا میگه که و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یعنی که الله تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل خودش گرفت. ببینید اولا مبتدا و خبرش به این طریق است. ابراهیم یعنی ابراهیم خلیل، ابراهیم خلیل مبتدا و خبر، ابراهیم مبتدا خلیل خبر. پس ببینید مبتدا مرفوع، خلیل مبتدا مرفوع. اینجا ضمه را قبول نمیکنیم. برای چی؟ برای غیر منصرف است. ابراهیمون نمیگیم. ابراهیم مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، خلیل خبر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. دقت بدید. پس ابراهیم دوست خاصی الله است. اکنون من در اینجا باید ظننتو را اخوات چه بدرارم. چی میگم؟ میگم که دقت بدید. میگم که اتخذ الله ابراهیم بود. اکنون چیکارش میکنم؟ مفعول اولش میکنم، آخرش باید نصب کنم با مثلین. پس میگم ابراهیم یا تغییرات، این مفعول دوم میشود خلیلا. پس چی میشه است؟ خلیلا. اتخذ الله ابراهیم خلیلا. دقت بدید، یعنی که الله تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل خود، دوست نزدیک خود قرار داد. دقت دادید؟ اتخذ فعل ماضی مبنی علی الفتح من نواسخ المبتدا والخبر، و الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ابراهیم مفعول به اول منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهرة، خلیلا مفعول به ثانی. اینها همش مفعول یکم و دوم شده است. دقت کنید، این مفعول یک، این مفعول چی است؟ دو. اینجا هم همینطور مفعول یک، مفعول زیدن مفعول یک، قائما مفعول دوم. این ظننتو مفعول ها میگیرد. خب و جعلتو همچنین به معنای گردانیدن است. یعنی گردانید الله تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل خود، گردانید الله تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل خود. و همچنین جعلن به معنای چی می شود؟ گرداندن. مثلا میگه که جعلت الطین ابریقا، یعنی که من گل را کوزه گردانیدم. یعنی که استادش که اونش که کار میکند همونو میگه که جعلت الطین، طین مفعول به اول، ابریقا مفعول به ثانی. اصلا الطین چی بود؟ الطین ابریق. تین اصلش چی است؟ ابریق است. معذرت میخوام، ابریق اصلش چی است؟ اصلش تین هست. جعلت الطین ابریقا. دقت دادید؟ یعنی گردانیدم من گل را چه گردانیدم؟ ابریق، کوزه گردانیدم. یا مثلا میگوی که جعلتو مثلا گردانیدم جعلتو محمدن عالما، یعنی گردانیدم محمد رو عالم. محمدون عالمون بود مبتدا و خبر، جعلتو گردانیدم محمد رو چه؟ عالم. و بعد از این سمعتو است. سمعتو آخرینش، سمعتو به معنای شنیدن هست. این مسئلهش اختلاف است که آیا این دو مفعول میگیرد یا نه. بعضی میگن که نمیگیرد، بعضی میگن که میگیرد. این مسئله سمعتو یعنی شنیدم به معنای شنیدن. مثلا راوی میگه که سمعتو رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول. پس سمعتو رسول الله، رسول الله مفعول به اول است. انا اکنون میگه یقول، انا من یقول جمله فعلی. بعضی میگن که مفعول به دومی سمعتو است، لیکن بعضی میگن که نه،
این یقولو حال از کی است؟ از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به هر صورت که مسئله سمعتو اختلاف است. بعضی میگن که این دو مفعول نمیگیرد، این نواسخ مبتدا و خبر نیست، لیکن ابن آجروم این رو از چی گردون؟ از نواسخ مبتدا و خبرش گردون. خب با همین خلاص شد. معلوم شد که ظننت و حسبت و خلت و زعمت 4 تاش به یک معنی است، به معنای گمان کردن و فکر کردن. و رأیت و علمت و وجدت، هر سه اینها به یک معنی هستند، به معنای دانستن. و اتخذت و جعلت، این 2 تا به یک معنی هست و چند تا شد؟ سه معنی شد. دانستن 4 تاش به معنای دانستن، معذرت میخوام، 4 تاش به معنای فکر کردن یا گمان کردن و 3 تاش به معنای دانستن. 2 تاش به معنای چی است؟ 2 تاش به معنای قرار دادن یا که گردانیدن، به معنای گردانیدن. و سمعتو مثلاش چطور گفتیم که اختلاف است. اکنون میگه تقولو، در آخر میگویی که مثلا مثال میزنه، که مثال را که آورد کلمه ظننتو را میگه که ظننتو زیدن منطلقا. ظننتو یعنی گمان کردم که زید رونده است، زید رفته است. ببینید ظننتو فعل و فاعل، زیدن مفعول به اول، منطلقا مفعول به دوم. مفعول به یک و دو، هر دوش منصوب است. چطور که اینجا دیدید هر دوشون منصوب است. و خلت عمرا شاخصا و فکر کردم یا که خیال کردم و گمان کردم که عمر فربه است، شاخص است. شاخص گفتیم شاخصه باشد به معنای فربه. اکنون نگاه کنید، خلتو فعل و فاعل، عمران چی است؟ عمران مفعول به اول، شاخصا مفعول به دوم. و ما اشبه ذلك، اکنون میگه هر چی که مانند همینا هست، هر چی که مانند همین هست میگه به مثل همین مفعول، یعنی در اول مبتدا و خبر میدروید. دیگر مثالش چطوری که بنده ذکر کردم. اکنون یک چیزی که صاحب کتاب نوشته ظننتو، باز فکر نکنید که ظنه با اخواتش فقط ظننتو میشود و بس، نه، همین ظنه باشد. این برای آسان، برای آدمی که نو تعلیم گرفته سای آسان شود گفته ظننتو یعنی گمان کردم، حسبتو، خیلتو، تو یعنی خودش گفته سای فقط. اما در اصل میشه بگی ظن محمدون زیدن قائما میشود. پس فاعل تو نمیگیم و ظن محمدون میگیم، محمد گمان کرد که زید راستا است. یا میشه بگیم که اتخذ الله، ببین اینجا بود که اتخذتو، لیکن ما در فاعل چی آوردیم؟ اسم ظاهر آوردیم. پس میشه دست که تغییرش بدیم. یا مثلا میگیم که علمت یعنی علمت زینبو زیدن قائما. پس علمت فعل ماضی، زینبو فاعل، زیدن مفعول اول، قائما مفعول دوم. دقت دادید؟ پس این هست با اخواتی ظنه. یعنی فکر نکنید که فقط آدمی گپ زننده اگر ظنه و اخواتش استفاده برد 2 مفعول میگیرد، نه، هر چیزی که باشد. مثلا گمان میکنم من، گمان میکنی تو، گمان میکنیم ما، گمان میکند هر کسی که باشد، وای مرد، تو، هر چیزی که باشد، اینها 2 مفعول میگیرد. بعد اینها آسانیشون در این است که در اول مبتدا و خبر میداره. در هر جایی که اینها را دیدید بگیرید، این را ببینید مبتدا و خبر است، بدونید که ای اخواتی چی است، ای اخواتی این است. مثلا که در یک جا شاید رایتو را میبینی، مثلا یک کس میگه که رایتو زیدن، پس نمیگه که رایتو ای اخواتی ظنه زیدن مفعول به اول، با مفعول به دومش که جا میشود. اگر بگی رایتو زیدن یعنی زید رو دیدم، پس این هم مفعول میگیرد. رایتو زیدن عالما بگوی، پس ببینید رایتو را بگی یک جانب بمون، زیدن عالما را مبتدا و خبر کو، زیدون عالمون. پس معلوم شد که زید رایتو این ای اخواتی ظننتو بوده است و به معنای چه بوده است؟ به معنای دانستن. رایتو به معنای چه؟ دانستن. پس این یک فایده هایی که برای آسان شدن برای فهمیدن. اکنون می شود که شما ظننتو را در این شبه جمله یا در جمله قرار بدید. مثلا بگویید که ظننتو زیدن میگید. اکنون ظننتو اگر که بگویید که گمان کردن چی میگویید؟ ظننتو زیدن
زیدن فی البیت، یعنی گمان کردم که زید در خانه است. پس می شود که ظننتو فعل و فاعل، زیدن مفعول به اول، فی البیت جار و مجرور متعلق به کائنا، مفعول به دوم چی؟ ظننتو. پس در اینجا شبه جمله مفعول به دوم شد. یا به مثل همین رأیت زیدن، همش دیگه چی می شود؟ زیدن با مفعول اول، امام البیت در محل نصب یا جار و مجرور متعلق به کائنا یا مستقرا، مفعول به دوم. یا ظننت زیدن، ببینید زیدن جاء ابوه، زیدن مفعول به اول ظننتو، جاء ابوه جمله فعلی در محل نصب مفعول به دوم ظننتو. برای گفتیم ظننتو دو مفعول دارد کو، پس جمله فعلی مفعول به دومش می شود. در اینجا جمله اسمی مفعول به دومی ظننتو می شود. دقت دادید؟ وقتی که شما مبتدا و خبر را خوب فهمیدید، دیگر اینها را کانه و اخوات و زنه و اخوات و ظننتو و اخوات دیگر به خوبی میفهمید. دقت دادید؟ پس این بود درس امروزه ما و شما. و یک چیز دیگر نگفته نماند که کانه با اخواتش همش فعل هستند. همش چی هستند؟ فعل هستند. اینه با اخواتش همش حرف هستند و ظننتو با اخواتش همش فعل هستند. این خلاصه نواسخ مبتدا و خبر که کانه همش فعل است با اخواتش، ظنه همش فعل است با اخواتش، اینه همه با اخواتش حرف هستند، اونها فعل نمی باشند و اونها حرف می باشند. پس این بود درس نهم ما و شما از کتاب الاجرومیه. با همین ما و شما 6 تا مرفوعات خوندیم، فاعل خوندیم، نائب فاعل دوم مرفوع خوندیم، 3 مرفوع مبتدا را خوندیم، 4 مرفوع خبر خوندیم، 5 مرفوع اسم کانه را خوندیم، 6 مرفوع خبر اینه را خوندیم. اسم کانه خبر اینه را خوندیم. پس 6 تا مرفوعات خوندیم. مرفوعات 6 تاش بود. یا تا دیگه‌اش مون هفتمش که او را توابع میگویند، 4 چیز در زیرش می‌دارد. اون را درس دهم با یاردم الله تبارک و تعالی به سمع شما خواهم رسانید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.